بزنم که من فیلم نگید من خنده میکنم. حضرت عباسی دیدینه شیرمرد خنده رو به من میکنن. یه جماعت خاطر 4 تا فالوور مسخره بازی بکن یا بهت خنده بکنن. بعد تازه کامنت ایتم بگی آخه بی‌ناموس. اگه به من بود که میرفتم خیابون میبستم نمیمدم واسم مسخره بازی کنم که تو بیای به من خورده بگیری. دلم میخواد بیام بزنم جرت بدم ولی روحیم هنریه نمیتونم. خانوادم اجازه نمیدم. پول دیم ندارم. ننم هم همین یه دونه بچه رو داره. یعنی حبس رو به جون میخریدم ولی شلوار تو یکی در میورد. زیر داره گرما میخوره از رو سرما. باید یه کار دیگه بکنم. این به این میگن روش ایزوگام کاری. ذره نباید خراب بشه. در این حال حرارت باید جوری باشه که چی؟ روغن جوش نخوره غل نخوره. این حرفایی که دارم میگم حرفای من نیست، تجربهم نیست. یه ما چرت پرت دارم میگم ویدیو پرشه و یعنی رو باز این آدم درست کنید. مسخره بازی هم نداره برادر. اینجایی که رسید زرده رو اینجوری سوسکی رفتید سفیده رو سوسکی رفتید دارم میارید. شهرزا نوشابه ترکیه‌ایش گرفته. نونم حاج خانوم درست کرده ورده. اصلا نگاه کن میذارم زن عامله میترسم تو پیج باشه داستان شه ولی در حد همینو ببینی خودش یه استوریه دیگه داشت. محتوا میکردی محتوا شاخودم داره نه یه همینو میگن یه موزیک میندازن روش اللری آقا واسه بریای پنیره چه بارم داریم فعلا پنیر جدا جوزه. خب علی از تو مدد این که دیگه به درد نمیخوره. ویدیو رو هم قطع کنید. این میگیم بخوابیم یه استوری توش داریم. شبتون بخیر. اینم یه ویوه. اینم تخمیه تخم مرغه باز زعفرون کردم بهش. محلی اینه محلی تو شربت میدم من 100 تا شهری بدتره. حله های تخمیه تخم مرغیه. اسکولا منم که دکتر هستم. دکتر مسخره بازی. شبتون بخیر. صبح بخیر. انقدر داغه شاید کیفیت دوربین ضعیف باشه ولی همه چی فولشی اینجا. حضرت عباسی حضرت عباسی اگر زندگی نیست چیه؟ خب بلند شی گاواتو بدوش تخمو از زیر مرغات ورده کره ای که از شیر گاوا در آوردی بزنی کف مایتابه رو آتیش بعد تخم مرغ محلی با این ذره بزنیم. حال درست قدیم یا مثلا بکر نوشابه نبوده ولی خب حال میده دیگه داشت. ولی بافت رو ببین هیچ بافت خاصی نداره ولی خیلی خوشمزه است. آره اینجام که باشی باز یه زن و شوهر هستن که با هم دیگه دعوا کنن. قدیم میگم شوهر دعوا کنن ابلهان باور کن. این چرت پرتا چیه دیگه من دارم میگم. اون تخم مرغ تو کوف کن کم گو بخور دیگه. دست شوخی خیلی در حال. سلامتیتون.